پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند ایمانش افزایش پیدا می‌کند. سوره کهف تلاوت بکند ایمانش و هدایتش کامل می‌شود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه‌های سوره کهف را بداند و پیام‌های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام‌ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به